شازده کوچولو. روزگارم تو تنهایی میگذشت، بی اینکه راستی یکی رو داشته باشم که باش 2 کلمه حرف بزنم، تا اینکه زد و 6 سال پیش وسط کبیر آفریقا حادثه‌ای برام اتفاق افتاد. یه چیز هواپیمام شکسته بود و چون نه تعمیرکاری همراهم بود نه مسافری، ناچار یکه و تنها دست به کار شدم تا از پس چنین تعمیر مشکلی برام. مسئله مرگ و زندگی بود. آبی که داشتم زورکی 8 روز و کفاف میداد. شب اول و 1000 میل دورتر از هر آبادی مسکونی رو ماسه ها به روز آوردم، پرت افتاده تر از هر کشتی شکسته ای که وسط اقیانوس به تخت پاره ای چسبیده باشه. پس لابد میتونید حدس بزنید چه جور هاج و واج موندم وقتی کله آفتاب به شنیدن صدای ظریف عجیبی از خواب پریدم. بی زحمت یه بره برا من بکش. ها؟ یه بره برام بکش. چنون از جا کستم که انگار سائقه بهم زده. خوب که چشمامو مالیدم و نگاه کردم، آدم کوچولویی بسیار عجیبی رو دیدم که با وقار تمام تو نخ من بود.